من الیوام، به چنل من خیلی خوش اومدید. امروز اومدم با یکی از همکلاسی‌ها مسابقه کنم راجع به اینکه ترم اول چجوری بود کلا، نکنه تجربیاتش بگه. آره که مثلا تو سامانه سنجش دیدم که شریف قبول شدم. اگه برگرده به روزای اول ترم یک، به خودت چی میگی؟ یه دروغ بزرگی به ترم یکی‌ها میگن، درس به درد نمیخوره، نمره مهم نیست. مراقب خودتون باشین وارد رابطه نشین. اینطوریه که ترم 2 خیلی ترم طلاییه برای تو رابطه رفتن. یعنی مثلا همه 3 دور خونده بودن مثلا. من یکی که فکر می‌کنم بچه‌ها خیلی سیاسی ان. یعنی اگه برگردم، بعضیا میگن نه اگه برگردم عقب دیگه نمیایم تو اون جمع مثلا دیگه با بچه‌ها اونقدر. من سنام همکلاسیم، خب با هم رشته‌ای، هم ورودیمون هم یکسانه. آره دیگه امروز اینجاییم که در رابطه با یه سری توصیه‌ها به ترم اولی‌ها صحبت بکنیم با هم. خیلی عالی. اولین روز تو دانشگاه شریف چه حسی داشت؟ خب اولین باری که احتمالاً شما میان شریف، حالا برای ثبت نام بیان که صرفا میرین ساختمون آموزش و خیلی کانکشنی با خود شریف ندارین، احتمالاً اولین باری که میان شریف سلامه. من خب حقیقتا با یکی از دوستای دبیرستانم با هم اینجا قبول شدیم. البته رشتهمون متفاوته ولی خب اون روز اول با هم بودیم و اینکه مثلا یکی بود که آشنا بود برای من خیلی خوب بود. ولی جوی که شریف داشت این بودش که خب هی مخصوصا حالا شریف سلام به ما میگفتن مسیر رو از این ور برو، بعد میرفتی یه جایی اصلا نمیدونستی اینجا کجاست. اینا یکم عجیب بود، خیلی طول کشید که حالا مثلا آدم یاد بگیره مسیرها رو، جاها و اینا رو. حالا بازم خیلی دانشگاهمون بزرگ نیست، مثلا دانشگاه دیگه خیلی بزرگتر هستن ولی خب خیلی کوچیک هم نیست، یعنی یه چیز متوسط دیگه. ولی اولین باری که اومدیم شریف جالب بود. یعنی شریف سلام فکر کنم ابوطالب حسینی اومده بود برامون اجرای کمدی گذاشت دیگه. در کل تجربه باحالی بود اولین روز شریف. بعد حس غرور داشتی یا حس خاصی نداشتی یا استرس داشتی؟ استرس که از من کلا خیلی آدم استرسی نیستم، با محیطای جدیدم زود اخ میگیرم، ولی خب اون اولین باره واقعا آدم اون استرس رو داره. اولین باره داره، ولی حس غرور یا مثلا حس چیز حالا نه خیلی خاکی بدی. آره خیلی حس غرورم حالا نداشتم. بعد اون انتظاری که دانشگاه شریف داشتی همون بود؟ از بچه‌ها، از جو بچه‌ها، از کلاس‌ها، از استادا؟ خب من از اونجایی که خواهر برادر بزرگتر ندارم، خب اینجوری نبود که مثلا کسی بوده باشه که دانشگاه رفته باشه به من مثلا بگه چیزای دانشگاه رو. مثلا خیلی‌ها خب خواهر برادرشون براشون تعریف میکنن. من خب بر خودم خیلی جدید بود و مثلا اینجوری نبود که کسی چیزی برام تعریف کرده باشه، بر همین حالا خیلی تصور خاصی نداشتم که بخوام مقایسهش بکنم با اون تصوره. ولی در کل خوب بود. یعنی مثلا که پوینت ها واقعا اینه که ما با شال میایم. آره دقیقاً. خیلی پوینت مهمه. من هنوز بعد 2 سال به دوستان میگم دانشگاه دیگه باورشون نمیشه، چون فکر کنم فقط شریف و تهرانن که بچه‌ها با شال میتونن بیان. ولی در کل حراست اوکی داریم. بهتر از بقیه. آره بهتر از بقیه دانشگاه هاست دیگه. غذاهامون بد نی، بعضیاش خوبه بعضیاش بد. خوبه بد میشه، یعنی نمیشه گفت غذاهامون خوبه یا بده، ولی خب مثلا همش سر دل آدم غذا میمونه. مثلا غذای خونه نیست. آره خب مثل غذای خونه که معلومه که نیست، ولی آره دیگه بعد بچه‌ها مثلا انتظار داشتی شریفی‌ها چجوری باشن؟ مثلا فقط درس بخونن، فقط نمیدونم در کار دیگه بکنیم، اونجوری بود؟ آره. اولین باری که مثلا تو سامانه سنجش دیدم که شریف قبول شدم، یکی که احتمال دارم بچه‌ها خیلی درس خون باشن، همش درس بخونن، یکی که فکر می‌کنم بچه‌ها خیلی سیاسی ان. یعنی اینم من خیلی فکر می‌کردم که مثلا بچه‌های شریف و امیرکبیر خیلی سیاسی باشن، در صورتی که نبوده. این تو این 2 سالی که حداقل ما اینجاییم خیلی اینجوری نبوده. در رابطه با خیلی درس خون بودنم، بچه‌های مثلا کامپیوتر و برق و اینا خب واقعا از ما خیلی درس خوندن، درساشون هم خیلی سخت‌تره. این مال ما خب اونقدر سخت نیست، ولی به هر حال باید بخونی. یعنی اگه درس نخونی مشروط میشی. آره یکم درس رو باید بخونی. آره ولی پاس میشه، یعنی آره دیگه بسایی داره. بعد میدونی چیه اون چیزی که من خودم احساس میکردم، من مثلا تو مدرسه‌مون بودم وقتی امتحان داشتیم فقط مثلا من بودم که مثلا 1-2 دور خونده بودم. بعد اینجا مثلا اومدیم فیزیک 1 دادیم و مثلا همه 3 دور خونده بودن مثلا میدونی همه نوری مثلا بیشتری ها دیگه، مثلا که کم خونده بود دیگه 1 دور خونده بود. مثلا خود من این برام عجیب بود که مثلا همه خوندن. آره بعد اگه برگرده به روزای اول ترم 1 به خودت چی میگی؟ اگه برگردم به روزای اول ترم 1 ریاضی 1 رو بیشتر میخونم
ریاضی که بچه‌ها اولا حذف نکنیم، واقعا میمونین بعدن توش، همون اول پاس کنیم برام. منم پاس کردم ولی خب میخوندم نمرم بهتر میشه. ولی ریاضی که واقعا بیشتر میخوندم، ولی اون جوی که بین بچه‌هامون بود اون هفته‌های اول، من بازم برگردم عقب میام تو اون جو. یعنی که میرفتیم میشستیم با هم صحبت میکردیم و اینا رو من هنوز دوست دارم. یعنی اگه برگردم، بعضیا میگن نه اگه برگردیم عقب دیگه نمیایم تو اون جمع، مثلا دیگه با بچه‌ها اونقدر رفیق نمیشیم، ولی من به نظرم یه سری اتفاقی که افتاده خب باید میافتاده. آره میدونم. باید مثلا با هم صحبت میشدیم. به نظرم من برگردم عقب بازم آره تو میرم اکیپا میری تو آره میرم مثلا صحبت میکنیم. آره من خودم ترم اول چون میدونید یا توضیح دادم یه بار که عمران دوست نداشتم، مثلا تو جمع بچه‌ها نمیرفتم. بودی اوایله؟ نه تو چمن اینا میومدی؟ نه من چمن نمیومدم، یعنی یه بار اومدم بعد اومدم همه پا شدن. یعنی آره من همش دوست داشتم بدونم که دور هم میشستید همه دانشگاه با هم چجوری بود، چون مثلا دیگه فقط همون روزای اول بود، بعد از اون بچه‌ها جدا شدن و دیگه هر کی رفت تو گروه. یعنی واقعا اتفاقی که رخ میده، یعنی اینجوری که اولش همه با هم خیلی کم پیش میاد که مثلا تا تهش همه با هم بمونن. معمولا چند تا گروه میشن، ولی خب نه اینم که این گروه با این گروه بد باشه، نه اصلا بابا حالا هست اونا، ولی خیلی گروه ها با هم بد نیست. اصلا صمیمیتی که تو خود گروه ها خب بیرون گروه با بقیه افراد نیست، ولی اینجوری نیست که با هم بد باشن. خانم سنا من چجوری تو دانشگاه دوست پیدا کردی؟ نه چجوری دوست پیدا کردم؟ من کلا راحت با آدم‌ها روابط اجتماعی خیلی خوبه. روابط اجتماعی خوبه، برونگرام راحت با آدم‌ها رفیق میشن. و اولین باری که یادمه بچه‌ها آیدی اینستاگرامشون رو توی گروه زدن که مثلا همدیگه رو فالو کنین. یکی از دوستام من یهو دیدم باهاش 60 تا فالوور مشترک دارم. بعد گفتم این اصلا کی؟ من نمیشناختمش، که همین کلاسیم. بهش پیام دادم که آره مثلا تو کی؟ ما چرا 60 تا فالوور مشترک داریم؟ بعد دیگه مثلا آشنایی دادیم و اینا، کلی دوست مشترک پیدا کردیم و خب میشه گفت اول از همه با اون دوست شدم. اگه خوشتون اومد خوشحال میشم لایک و سابسکرایب کنید. داشتم دوستام میگفتم که با هم دیگه فالوور مشترک زیاد داشتیم، بعد آشنایت دادیم با هم دوست شدیم. بعد دیگه هی رفته خب کلاس‌های مشترک با بچه‌ها و این دوست اونو معرفی می‌کرد، هی با دوستای هم دیگه دوست می‌شدیم. تا که الان تقریبا همون میشناسیم دیگه، یعنی 100 نفر رو ما 100 تا ورودی عمران 402 این واقعا هم دیگه میشناسیم. من نمیشناسم. چه دیگه؟ قیافه میشناسم، مثلا اسما رو خیلی به بچه‌ها این گروهی که میگه من حتی تو اون گروه هم عضو نشده بودم تا یه مدت. اون پرایوت؟ نه همون بزرگتره. تو اونم عضو نشده بودی؟ چرا مگه اون اس نشد همون روز اول برات؟ برای من به شماره دیگه اس شده بود که دست من نبود اون موقع و هیچی دیگه کلا دور بودم ازش. آره نه. بعد دقیقاً که این گروه ها اون اولش همه حرف میزنن تا نصف شب با هم حرف میزنن، اینم همون جوری بود تو دانشگاه. بعد رفته دیگه هیچ کنا حرف نمیزنه. الان انتخابات بچه‌ها مثلا کی بهش فلان چیز نرسیده، تنها صحبت تو گروه. موقعی هم که تو گروه زیاد حرف می‌زدیدم من باز نبودم. نه دیگه میگی نداشتید. آره کنم. بعد موقعی که صحبتتون کم شد من اضافه شدم. عالیه. خب دیگه یه توصیه عمیقاً که مثلا اگه برگردی به روزای اول دیگه اون کارو نکنی سنا، با مثلا بچه‌ها بخوای بگی اون چیه؟ ببین یکیش که گفتم مثلا درس‌ها رو واقعاً خیلی دیگه ازش دور نباشین. مثلا ریاضی که واقعا شب امتحان تازه بخوایم آدامزو باز کنیم ببینین اوضاع چیه. یعنی از بابت درس خب من نمیگم خیلی اونجوری درس بخونین که تو کنکور درس میخونین، چون میدونم خب کنکور خیلی سخته، اصلا بعدش اصلا حوصله نداره دیگه اونقدر درس بخونه، ولی اونقدر دیگه دور هم نباشین که مثلا شب امتحان تازه بفهمیم اوضاع چیه. ولی در رابطه با دوستی‌ها و اینا ببین اعتماد خب نباید خیلی بکنی به آدمایی که مثلا تازه شناختیشون. خب اعتماد خیلی نباید بکنی، ولی اینکه در حد متعارفی با افراد همکلاسی تو مثلا هم دانشگاهی تو اینا دوست باشی، من هنوز برگردم عقب میشم. یعنی هیچ توصیه هیچ نمیگی مثلا این چیزا نمیخوای تغییر بدی، مثلا به سنای قبل برمیگشت نمیگه مثلا من کاش یه جور دیگه عمل میکردم، مثلا الان به بچه‌ها بگی که میکنم واقعا چیزی نیست که بگم مثلا عوضش میکنم، اوکی بوده این 2 سال. فقط ریاضی 2 رو حذف نمیکردم. مثلا ریاضی 2 رو نگه می‌داشتم، چون اگه نگه می‌داشتم پاس می‌شدم، ولی اون موقع که می‌خواستم حذف کنم فکر می‌کردم اگه نگه دارم حذف میشم، به خاطر همین اگه نگه دارم میافتم، به خاطر همین حذف کردم، ولی اگه نگه می‌داشتم خب پاس می‌شدم دیگه. به غیر از توصیه درسی هیچ توصیه دیگه‌ای داری به بچه‌های ورودی؟ توصیه گفتم دیگه. می‌خوام یه چیزی بگم نمیگه. چی رو بگم؟
متوجه شدم. خب اون اعتماد کردن خیلی مهمه و بحث تو رابطه رفتن دیگه. خب ببینید کلا حالا تو دانشکده ما اینطوریه که ترم 2 خیلی ترم طلاییه برای تو رابطه رفتن، یعنی خیلی از کاپلا ترم 2 به وجود میاد. نمیدونم چرا، مثلا ترم 1 بچه‌ها خب هنوز درگیر آشنایی با دانشگاهن و اینا، تازه ترم 2 مثلا بچه‌ها عقلی کردن از 2 شروع کردن. ولی ببین نمیدونم، ما تا جایی که مثلا با بچه‌ها حالا حرف میزنیم و اینا پرسیدیم که مثلا اگه برگردی عقب باز با فلانی وارد رابطه میشی، کسایی که کات کردن الان مثلا فکر کنم 1-2 تا کاپل داریم که از ترم 2 تا حالا هنوز با همن، وگرنه 3 تا یادمه، وگرنه مثلا 5-6 تاشون کات کردن. مثلا میپرسیدیم بعضیاشون میگن آره بازم برگردم عقب با طرف وارد رابطه میشم، که این خودش 2 تا حالت داره، یا میگن دوباره کات میکنم ولی اون چیزی هم که باهاش تجربه کردم و دوست دارم تجربه کنم، یا اینم که میگن نه مثلا یکم داخل رابطه چیزا رو تغییر میدم که به کات نرسه. ولی یه سری دیگه میگن نه اگه برگردیم عقب اصلا جواب سلام طرفم نمیدیم، چه برسه بخوایم به طرف وارد رابطه بشیم. میگم در کل خیلی آدم به آدم فرق داره این نظر که حالا مثلا ما بخوایم بریم بگیم فلان مثلا حواستون باشه وارد رابطه بشین نشین فلان اینا، بعد اصلا وارد رابطه شدن یه چیزی که یهو اتفاق میفته، یعنی تو اصلا به خودت میای میبینید آقا تو رابطه مثلا آره واقعا اینجوری نیست که مثلا الان ما بگیم مراقب خودتون باشین وارد رابطه نشین، یهو به خودت میای میبینید تو رابطه، یعنی دست خودت واقعا نیست، یه چیزیه که اتفاق میفته و یهویی میشه. یعنی حالا منم باز از چیزایی که دور برم دیدم اینه که مثلا بهتره چند ماه اول مثلا سعی کنید عمومیش نکنید. آره. این بهتره براتون، آره. چون مثلا ببینید همدیگر بیشتر بشناسید و رفتارهای هم. آره دیگه تو دانشگاه به خودی حاشیه به وجود میاد و اینا، بعد اصلا حتی ممکنه که بقیه باعث بشن که در رابطه شما یه سری مشکلات به وجود بیاد، یعنی مشکلات از طرف تو و شخص مقابلت نباشه، یه سری افراد بیرونی باعث اون مشکلات بشن. یعنی چیزی بود که ما دیدیم واقعا در این دانشگاه. آره مثلا که همه خامیم. آره یه سری آدم کم تجربه دور هم جمع میشن. آره دیگه معمولا بچه‌ها رابطه اولشونه، مخصوصا چون تا قبلش هم همش درگیر درس خوندن و اینا بودن، معمولا رابطه اولشونه. بدی هم نیست، یعنی سخت نگیرید دیگه. به نظر یه دروغ بزرگ که به ترم یکیا میگن. دروغ بزرگ به ترم یکیا چی میگن تو خودت؟ به نظر من این که بعدن درساتون راحت تر میشه. آره چون بعدن هی و درسا سخت‌تر میشه. تو دبیرستان هم میگن دیگه کنکور بدی تموم میشه. آره. واقعا تموم نمیشه، یعنی بدبختی تازه شروع میشه. آره و یه چیز دیگه هم هست که چه دروغی؟ درس به درد نمیخوره، نمره مهم نیست. نه مهمه واقعا. اینو من خیلی هم میشنیدم که مثلا تو الان دانشگاه شریفی چه فرقی داره مثلا با دانشگاه خواجه نصیری اینا، بعد اینجور موقع درس بخونید خیلی تاثیرگذار، هم مثلا میتونید ارشد مستقیم برید، هم مثلا میتونید راحت‌تر ماینور کنید، راحت‌تر اپلای میتونید بکنید، یعنی اونجوری نیست. بذار چیزو بگم، داشتی میگفتی خواجه نصیر رو. ببینید بچه‌ها حالا شما الان نتیجهتون اومده و احتمالاً تازه مثلا دارین میرین برای ثبت نام کردن و اینا. ما یعنی به شخص من اصلا اینطوری نیستم که بگم شریف خیلی فلانه بقیه دانشگاه خیلی بدن. چیزی که هست اینه که شما از هر دانشگاهی میتونین به اون هدفی که میخواین برسین. شاید توی یه سری دانشگاه‌ها یکم راحت‌تر باشه، یعنی مثلا اونی که دانشگاه آزاده برای اینکه بتونه رقابت بکنه با اونی که مثلا دانشگاه تهران یا امیرکبیره نیاز داره که رزومه کاریش خیلی قوی‌تر باشه نسبت حالا مثلا به نمراتش و اینا. مثلا با رزومش میتونه کارشو خیلی خوب بکنه و بگه اوکی مثلا من تو دانشگاه آزاد درس خوندم، رزومم ببین فلانه خیلی خوبه خیلی قویه و میشه. یعنی من به شخص دیدم افرادی که مثلا تو شریف تهران بودن ولی درس نخوندن، معدلشون خوب نبوده، هیچ رزومه خوبی نشدن، نتونستن اپلای کنن، نتونستن کردیت کنن، نتونستن چیکار کنن، ولی از دانشگاه آزاد طرف الان مثلا آمریکاست. آره با معدل خوب دیگه، با معدل خوب الان آمریکاست. آره یعنی همه چی هم به دانشگاه نیست. یعنی من خودم فکر می‌کردم که من اومدم دانشگاه شریف دیگه تموم شده.